ها دکه دیدی نگه دار یه تیغ بخری. هیچ تیغمون که میزنه تیغش هم میخره. فقط گفته باشم ها تو نمیریم ها. سرپا خدافظی میکنی برمیگرد. حالا اگه خیلی تعارف کرده یه دقیقه میشینیم، طوری نیست. ما اگه میخوای علوف کنی برگردیم ها. یعنی چی؟ یعنی چی نداره اسباب اساسی هم وسط آن پنه.